سرآغاز دفتر به نام خداست که بخشنده و پر ز مهر و وفاست. خداوند هستی و هرچه در آن، خداوند ذهن و وجود و روان. این شعری است که زینت بخش انشاءالله یکی از 3 کتاب آینده من به نام Mind, Body, Spirit and Mystical Balance. یه دفعه دیگه میخونم. به نام سرآغاز دفتر به نام خداست که بخشنده و پر ز مهر و وفاست. خداوند هستی و هرچه در آن، خداوند ذهن و وجود و روان. حضرت عشق، خداوند سبحان رو شاکرم که این توفیق را به من داد امشب در خدمت شما هموطنان عزیزم حضور پیدا کنم و به زبان مادری پارسی صحبت کنم. پارسی گو، انگلیسی ابتر است، عشق را خود 100 زبانی دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله حیران می شود. عشق بوی مشک دارد، زان سبب پیدا شود. مشک را کی چاره باشد، جز از این رسوا شدم. میدونید که 30 سپتامبر 3 روز پیش تولد این ابرمرد عشق بود. اول بذارید بهتون بگم چرا من به خالق اکبر مهندس اعظم هستی میگم حضرت عشق. گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. از برای عشق عالم را بساخت، ذرها را آفتاب او نواخت. گر نبودی بهر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. من بدان افراشتم چرخ سنی. چرخ سنی یعنی چی؟ یونیورس. تا علو عشق را فهمی کنی. موج گردون، دور گردون ها ز موج عشق دان. گر نبودی عشق بفسردی جهان. میدونید حقیق پس از واقعه اسف انگیز 11 سپتامبر اغراق نکنم شاید حدود 300-400 هزار مایل سفر کردم و شاید حدود 500-600 تا برنامه داشتیم و سعی کردم در حد توان ناقص و زبان قاصرم از زبان مولانا، حافظ، عطار، خیام، سعدی، شیخ حسیر الهیجی و با پراکندن سخن عشق و دوستی و انسانیت، حالا اگر به اندازه یک قطرم هست، یک تأثیر خیلی کوچیکی در صلح جهان، در بهتر شدن دنیا، در پراکندن سخن عشق و دوستی در این دنیای پر آشوب و ظلم و ستم و قیل و قال داشته باشه. و متاسفم بهتون بگم این 11 سال سفر با تمام مصیبت هایی که از درد شونه و درد زانو و درد غیر کمر و غیره به همراه آورده، ولی متاسفانه میبینید که این جهان پر آشوب ما روز به روز پر آشوبتر و پر خشونت‌تر و
و جنگ و متاسفانه بیخانمانی و ویرانی ادامه داره. در هر جا که صحبت کردن از همه عزیزان خواستم که برای صلح جهان دعا کنن، کوشش کنن، سعی کنن و امشب هم از شما عزیزان همین رو میخوام. دیروز هم تولد مهاتما گاندی بود. خدا رحمت کنه همه این عزیزانی را که در راه عشق و صلح و دوستی و انسانیت قدم برداشتن. ببینید من حدود 40 سال از سن 7-8-12 سالگی افتخار شاگردی این ابرمرد رو داشتم و دارم، ولی دلم میخواد امشب یک بنیاد نو و یک کار نوعی بکنیم. این کار رو من 1-2 دفعه قبلا کردم. دلم میخواد شماها به من بگید امشب که دوست دارید در چه مواردی و مطالبی از مولانا صحبت کنم. برای مثال میتونید که 5-6 تا تاپیک در حد استطاعت وقت پیشنهاد کنید و ببینیم که به گفته مولانا آن کشنده میکشد لب ببندم هر دمی زینسان سخن، توبه آرم هر زمان 100 بار من، کین سخن را بعد از این مدفون کنم. آن کشنده میکشد من چون کنم، چون که خاموش میکنم من از رشد، او به 100 نوعم به گفتن میکشد. ای تقاضا گر درون هم چون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهن ما توفیق ده، این تقاضا را بهل بر ما منه، این تقاضا بر تقاضا چون رسد، موج این دریا بدین جا میرسد. یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام، ورنه این خواهی نه آن فرمان تو راست، کس نمیداند تو را مقصد کجاست. عزیزان من امشب شماها مقصد هستید، پس به من بگید که این مقصدی که دوست دارید بریم به کجا میخواید بریم. مثلا بذارید یه کلوبتون بدم که بدونید چی میگم. ببینید مثلا من همیشه فکر میکردم که خدایا چرا ما همه موسیقی رو دوست داریم؟ سوای مرد و زن و نژاد و قوم و ملیت و تبار و کیش و آیین. درست؟ یا خدایا چرا از روز اول، از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل، از همان روزی که فرزندان آدم زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، از همان روزی که با شلاق خون دیوار چین را ساختند، از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. متوجه ارزم شدید؟ 4-5 تا تاپیک سوالای به گفته آمریکایی یا 6 میلیون دلاری که تو ذهنتون بود. بفرمایید. عالی. یه تاپیک. 2 شادی، خوشبختی. 3 بخشش، بسیار. عدالت. 4 غیر از پرداختن انسان به خودش، عدالت هم میگم چون گفتید. غیر از پرداختن انسان به خودش چه چیزی خیلی مهمه از دید مولانا؟ یعنی چیزی که بهش میرسه چیه؟ یعنی انسان باید چه کاری انجام بده غیر از پرداختن به خودش بسیار. زندگی معمولیش؟ رابطه چیزی که مولانا و صوفیزم ما برمیگه و فکر می‌کنم که مولانا تاپیک. ببینید تاپیک اونو بذارید تو سوال و جواب. تاپیک هدلاین. حیات پس از مرگ. عالی. فعلا نیست که زیاد بفرمایید. رسیدن به خدا. بسیار عالی.
دوگانگی به اصطلاح وجودی آدم. بسیار خیلی. از کدوم شروع کنم؟ بله آخریش. بله اجازه بدید از کجا قرار بفرمایید. موضوعات زیاد شد ولی من تاپیک خواهش کنم تاپیک. ببینید تاپیک معمولا یک کلمه است. زندگی در زمان حال. بسیار. اول اجازه بدید روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. جان که از عالم علویست آسمانی بهشتی بالایی یقین میدانم. رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. 2-3 روزی قفسی ساختند از بدنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. حالا من این را وصلش میکنم، درسته؟ از کجا؟ از جمادی مردم و نامی شدم. نامی نما نبات و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر. از ملک هم جستنم باید زجو کل شیء هالک الا وجهه. کل شیء هالک، همه چیز در حال هلاکت و نابودی است، به تفسیری به سوی خدا و به تعبیری الا خدا. بار دیگر از ملک پران شوم. بار دیگر از ملک پران شوم. آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون. گویدم کنا الیه راجع. حالا عدم در زبان مولانا یعنی چی؟ یعنی هستی در دنیاهای بالاتر فرکانسی و نیستی در دنیای قرمز تا بنفش. حالا برای اینکه اینو توضیح بدم با اجازهتون باید بریم توی دنیای کوانتوم فیزیک و الکترومگنتیکس. آماده ای؟ ببینید من و شما با این یونیورس و با این هستی به وسیله این 5 حس حیوانی یا فیزیکی اینتراکت یا رابطه برقرار میکنه. درسته؟ حالا این واقعیت، این چیزی را که من و شما فکر میکنیم هسته، یک پهنای باند و محدود بسیار بسیار کوچیکی از واقعیت. مثال چشم من و شما فقط از قرمز تا بنفش میبینه. علمای علم فیزیک برای ساده کردن کار اومدن و چیکار کردن؟ دنیای امواج را به 7 دسته کلی تقسیم کرد. امواج رادیویی، درست؟ تلفناتون رادیو، ماکروویو، اینفرارد مادون قرمز، قرمز تا بنفش، ماورای بنفش، اشعه ایکس، اشعه گاما. اگر نگاه کنید تو این پهنای 7 باند فرکانسی که تقسیم کردن، قرمز تا بنفش کوتاه‌ترین و محدودترین پهنای باند فرکانسیه. میدونستید بینایی مار
تو مادون قرمزه. زنبور عسل میدونستید بیناییش تو ماورای بنفشه؟ خب این که از چشم. یعنی من این هستی رو فقط از این بی‌نهایت این قدرشو دارم میبینم. متوجه شدید؟ گوش من و شما همینجور. ببینید گوش من و شما از فرکانس یعنی چه؟ oscillation per second. یعنی فرکانس یعنی وقتی موج آسیلیت میکنه در یه ثانیه، اون تعدادی که آسیلیت میکنه یا وایبریت میکنه بهش میگن فرکانس. گوش من و شما از 20 تا 20 هزار هرتز بیشتر نمیشنوه. خیلی باورتون میشه اگه بهتون بگم فیل از 1 تا 20 هزار میشنوه، موش از 1000 تا 90,000 میشنوه، سگ از حدود 60 تا 45,000 میشنوه، خفاش از 3,000 تا 120,000. یعنی خفاش پهنای باند شنوایی 6 مرتبه بیشتر از من و شماست. خیلی بیایم سر حس بویایی. میدونید ما توی بینیمون سلول های بویایی رو بهش میگن olfactory receptors. میدونید ما چند تاشو داریم؟ حدود 40 میلیون. میدونید جرمن شپرد چند تا داره؟ 2 بیلیون. برای همینه که میبینید سگای جرمن شپرد و غیره رو برای ردگیری مواد مخدر و اینا استفاده میکنن. 40 اوناییتون که ریاضیتون خوبه 40 میلیون و 2 میلیارد یعنی جرمن شپرد 50 برابر بویاییش از من و شما بیشتره. چشایی هم همینجور. ببینید من و شما توی زبونمون دهنمون حدود 10,000 تا باد تیست یا واحد چشایی داریم. کتفیش میدونید چند تا داره؟ 100,000. عدم پس بنابراین یک عدم در زبان مولانا یعنی هستی در دنیاهای بالاتر فرکانسی و نیستی در این دنیای قرمز تا بنفش. پس خزانه صنع حق باشد عدم، کو برا رزو عطاها دم به دم. یا اون در قصه ای که راجع به حضرت مریم علیها السلام هستش در مثنوی، میدونید وقتی به گفته مولانا ایشون برهنه بودن، در چشمه‌ای داشتن بدنشون رو میشستن و برهنه بودن و یه دفعه جبرئیل به فرمان حضرتش ظاهر میشه یا روح القدس و حضرت مریم طبق علیها السلام طبق عادت همیشگیشون به خدا پناه میبرن. روح القدس به ایشون میگه مریما بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم، می گریزی از وجودم در عدم، در عدم من شاهم و صاحب علم. پس اینجا عدم به معنای هستی است در دنیاهای بالاتر. پس ببینید اون چرا که من و شما با این حواس پنجگانه بو میکنیم، میچشیم، لمس میکنیم، میبینیم، حس میکنیم، این یک پهنای باند بسیار بسیار محدود یا is a narrowest perception of reality. خب 770 سال پیش ببینید چه زیبا میگه این ابرمردش. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر بر او بستی بدان، آفت ادراک این حال است قال، خون به خون شستن محال است و محال. Explanation is detrimental. I wish every being had a tongue.
so it could reveal its own truth. Whatever you say, with this living breath, you are actually covering and veiling its truth. Explanation is detrimental to true understanding, as washing blood with blood is impossible. به انگلیسی ترجمه کردم چون بعضی وقتا تو سخنرانی‌های من دوستان به من میگن که دمت گرم. میگن چرا؟ میگه برای اولین بار با این ترجمه شعر مولانا رو فهمیدم. چرا؟ زبان مولانا پیچیده است، ثقیله، به خصوص زبان. میدونید چرا اکثرا رو دیوان شمس کار میکنن نه مثنوی؟ به خاطر اینکه برای فهمیدن مثنوی شما باید هم فارسی بلد باشید، هم عربی بلد باشید، هم قرآن بلد باشید، هم حدیث بلد باشید، هم کتاب‌های تورات و انجیل و قرآن و داستان پیامبرا و غیره و غیره و غیره رو بدونید. برای همینه که میبینید که اکثر اینایی که کلاس مولانا اینا دارن معمولاً رو چی کار میکنن؟ دیوان شمس. چرا؟ ببینید در شدی عطشان بحر معنوی، فرجه‌ای کن در جزیره مثنوی، فرجه‌ای کن تا که اندر هر نفس مثنوی را معنوی بینی و بس. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. هر دکانی راست بازاری یا سودایی دگر، مثنوی دکان فقر است ای پدر. ولی یادتون باشه به گفته مرحوم علامه اقبال لاهوری، بگذر از فقری که عریانی دهد، وا طلب فقری که سلطانی دهد. این فقر مادی نیست، فقر معنوی است. پس بنابراین گفتم که از حالا یکی اینجا دلم میخواست به من بگه به گفته آمریکایا I'm from Missouri, they show me a state, give me the proof. ببینید خیلی ساده است. تمام مولکول های آب و خاک میشه جذب گیاه، درسته؟ حیوان اون گیاه رو میخوره، درسته؟ میشه جذب بدن حیوان. پدر و مادر من و شماها گوشت و شیر و غیره اون حیوان رو خوردن، اون مولکول ها شده جزو بدنشون. ببینید ای کاش همه ها مثل بچه ها پاک بودن، صاف بودن. بچه ها رو نگاه کنید، یک پارچه عشق و صفا، نه تعصب میشناسن، نه پاک. نمیدونید ما به عنوان یک اجتماع، پدر مادر، جامعه ما به اینا یاد میدیم که چه رنگی سیاست و چه سفید و چه. مثال یادم بندازید برگردم به این. در آمریکا یعنی چی؟ good luck. در ایران خاورمیانه به هیچ وجه این کارو نکنید چون بدترین فحش. چطور شد؟ یه انگوش، یه عمل، دو معنای 100% متضاد. حالا انشالله اگر فرصت شد میرسم به این نرم افزار ذهن. قول داده بودم به یکی از عزیزان که راجع به نرم افزار ذهن امشب یک کمی بازش. خیلی خوب. پس این مولکول ها اومد از آب و خاک، جماد، وارد نبات، وارد حیوان، وارد انسان و از طریق، درسته، یک تخمک و یک اسپرم، درسته. حالا یکی بعد به من میگه که خب تا اینجاش درست، قسمت بعدیش چی؟ خیلی ساده است. آخرین پیشرفت‌ها و تحولات علمی اثبات کرده وجود من و شما یک وجود مکانیکی، شیمیایی،
الکتریکی، بیولوژیکی و انرژی است. درسته؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یه پیغمبر هست تا سوال میکنن روح چیه؟ روح از امر پروردگار. میدونید به گفته تمام کتاب‌های آسمانی، تورات، انجیل، قرآن، غیره، خدا وقتی انسان را، بدنش را، آدم را از آب و خاک، هوای مسنون، طین، تراب، همه یعنی آب و خاک آفرید، بعد از روح خودش در اون دمید. حالا شما میخواید بگید روح، بگید انرژی، هر چی که دوست دارید، بحث دعوای کلام، دعوای حرفی نداریم. اختلاف خلق در نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. ما با معنا کار داریم. بر اثر اصل پذیرفته شده بقای انرژی میدونیم وقتی من مردم قسمتی لطیفتر، متعالیتر از من به صورت انرژی به در حیاتش در دنیای بالاتر فرکانسی ادامه میده. تا اینجاش رو میدونیم، درسته؟ حالا این چرا که عرفا از این توصیف و تفسیر کردن و توضیح دادن بی نظیره، به خصوص مولانا. میدونید مولانا راجع به عالم غیب صحبت میکنه. برای مثال غیب را ابری و آبی دیگر است، آفتاب و آسمانی دیگر است. باورتون بشه یا نشه 770 سال پیش راجع به بیگ بنگ، راجع به قانون جاذبه، راجع به امواج، راجع به انفجار هسته‌ای، راجع به برون فکنی روح، من منتظر بودم یکی از من راجع به برون فکنی روح بپرسه، راجع به انجماد زمان، راجع به نوسازی بدن و در این کتاب Mysteries of the Universe and Rumi's Discoveries on the Majestic Path of Love که کتاب آخر من راجع به مولانا، من شاید حدود 70-80 تا از این دیسکاوریاش رو آوردم و انشالله در 3 کتاب آینده اگر خدا توفیق داشت از 300-400 تا دیگهش رو. کتاب البته میدونید که 2 زبان است، تمام اشعار به زبان پارسی است، ترجمه مال خود حقیره و تا اونجایی هم که امکان داشته من سعی کردم امانتدار و شاگرد خوبی باشم برای این استاد بزرگوار و این پیر روحانی و استاد روحانی 40 سالم. خیلی خوب، پس اومدیم تا اینجا که پس از من این حیات ادامه پیدا میکنه. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. ما ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا؟ این روح خدایی من شما گوهر عالم خاک از کجا؟ بر چه فرود آمدید باز بار کنید این چه جاست؟ ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. فکر می کنم 2 تا یا 3 تا تاپیک رو تالا کاور کردم، درسته؟ حالا بیایم سر عدالت و ادامه سفر و غیره.
چنین و صد چنان ای جان 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 ای تو چنین و صد چنان مستان سلامت میکنم مستان سلامت میکنم اینجا کسی با خویش نیست یک مست اینجا بیش نیست اینجا طریق و کیش نیست مستان سلامت میکنن مستان سلامت میکنن روان روابی را بگو مستان سلامت میکنن وان مرابی را بگو مستان سلامت میکنن مستان سلامت میکنن اولا یادتون باشه یه نکته خیلی مهم، مولانا به من و شما یاد میده این دنیا واقعا هم همین. چند تاتون اهل مدیتیشنید؟ مدیتیت میکنین؟ دستاتون رو بلند کنید برام. عالی. اوناییتون که اهل مدیتیشنید میدونید من چی دارم میگم. ببینید مولانا میگه این دنیا مثل یک خواب عمیق. خب وقتی من و شما مردیم فکر میکنیم از یک خواب بسیار عمیق بیدار شدیم، باز از آن خوابش به بیداری کشند، گرچه خفته گشت و شد ناسی فراموشکار، ز پیش کی گذارندش در آن نسیان. ناسی اسم فاعل فراموشی نسیان. گرچه خفته گشت و شد ناسی ز پیش، کی گذارندش در آن نسیان خیش، باز از آن خوابش به بیداری کشند، که کند بر حالت خود ریشخند، که چه بود آن غم که میخوردم به خواب. این غمایی که ما تو این دنیا میخوریم، چون فراموشم شد احوال ثواب، چون ندانستم که این غم و اعتلال، فکر خواب است و فریب است و خیال، همچنان دنیا که حلم نایم است، خفته پندارد که خود این دایم است، باز از آن خوابش به بیداری کشند، تا کند بر حالت خود ریشخند، که چه بود آن غم که میخوردم به خواب، چون فراموش هم شد احوال ثواب، تا برآید ناگهان صبح اجل، وارهد از ظلمت ظن و دغل، خنده‌اش گیرد از آن غم‌های خویش، چون ببیند مستقر و جای خویش. ولی هرچه کردی اندر این خواب جهان، گرددت هنگام بیداری نهان. تا نپنداری که این بد کردنیست، اندر این خواب و تو را تعبیر نیست. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید صداها را ندا. نه تو کوهستان که میرید هر چی میگید، خواهش میکنم هر جاش نمیفهمید دست رو بلند کنید، من بلافاصله ترجمه به انگلیسی کنم. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. چون که بد کردی بترس آمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. هر که تخم خار کارد در جهان، هان هان او را مجو در گلستان. از این بهتر محسنان مردند و احسانها بماند،
ای خنک آن کو که این مرکب براند، ظالمان مردند و مان آن ظلم ها، وای آن جانی کند مکر و دغا. گفت پیغمبر، منظورش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا ماند از او فعل نکو، مرد محسن آدم اهل احسان، لیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. زرتشتی های عزیزمون 4000 سال پیش که اولین دین توحیدی دنیاست، درسته؟ میگویند گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. درست شد؟ حالا فکر کنم 4 تاشو چی رو جا انداختم یادم بندازید. بعدی چی بود؟ شادی. عدالت. عدالت رو که کاور کردم که شادی. چشم. شادی. happiness یا شادی is a state of mind. خوشبختی فقط یه ذهنیت. جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشند، حاکم اندیشم محکوم نا، زان که بنا حاکم آمد بر بنا، قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم، من چون مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. ای برادر، ای خواهر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. گلخن آتیشدون، آشغالدون. قدیما تونای همون میدونید که آشغالا رو میسوزوندن بودن گلخن. گر گلابی بر سر و جیب، سینه بر سر و جیبت زنند، ور تو چون بولی ادراری برون ندفکنند. اینم شد شادی. ببینید آخرین تحولات، اونایتون که سایکولوژی خوندید و سایکولوژی میدونید، هم تو این کتاب مایند بادی اسپریت من یک سری ریسرچ های بسیار جدید رو آوردم. شما وقتی افکار مثبت دارید، وقتی مدیتیت میکنید، وقتی فکر مثبت دارید، بدنتون شروع میکنه به ترشح مواد شیمیایی و هورمون‌های بسیار خوب و جوان کنند. بدنتون بازسازی میشه. وقتی خشمگینید، ناراحتید، فشار خونتون بالا میره، ضربان قلب بالا میره، بدنتون ادرنالین، پیر میشید، خسته میشید، فرسوده میشید، مریض میشید. هم کجاست؟ اینجا. این نرم افزار ذهن. ببینید، میدونید اونایتون که با بک‌گراند من آشنایید، من دکترام توی کامپیوتر اینفورمیشن تکنولوژی، میدونید آندرگراجویت هم مهندسی الکترونیکه و لیسانس هم توی علوم کامپیوتر و دکترام تو مهندسی و طراحی کامپیوتر. بهترین مثالی که براتون میزنم راجع به آدم ها اینه. دست اون عزیزی که این رو بر من آورده درد نکن. ببینید، فرض بدن من و شما گفتم پیچیده ترین ماشین شیمیایی، الکتریکی، بیولوژیکی، مکانیکی، درسته؟ و انرژی است. مغز من و شما فیزیکیش یک سخت افزاره، مثل کامپیوتر. ذهن من و شما، مایند من و شما یه نرم افزار. حالا اون چرا که من و شما از کودکی بر اساس دین و مذهب و فرهنگ و پدر و مادر و اینها یاد میگیریم، این یه ذهنیت برای من و شما تولید میکنه. درسته؟ مثل این که گفتم، این معنی گودلاک اینجا، من جایی بدترین معنی رو.
پس این نرم افزار ذهن در ضمن بزرگترین دشمنش من و شماست. میدونید چرا؟ هرچه اولا میدونید که من و شما نه با بینی، نه با گوش، نه با من و شما با چشممون نمیبینیم، با مغزمون میبینیم. میدونید که با گوشمون نمیشنویم، با مغزمون میشنویم. درسته؟ اگر کسی اشکال داره دستشو بلند کنه تا پرانتز بکن، چون خیلی دلم میخواد خوب متوجه قضیه بشه. باز مثال ببینید، چشم من و شما امواج نورهایی که بهش میخوره، اونجایی که براش تشخیص رد تو وایلت، این از روی عدسی که رد میشه، پشت عدسی یک پرده است به نام شبکیه یا رتینا گنگلینز. این شبکیه این نورهایی رو که بهش میرسه تبدیل میکنه به سیگنال های چی؟ الکتریکی. برای مثال بهتون بگم، میدونید که مثلا در هر لحظه اگر اشتباه نکنم چشم من و شما حدود 10 میلیون سیگنال الکتریکی به مغز میفرسته. جل الخالق. خب در کورتکس شما ویژن سنترتون، درسته؟ 2 مرکزه که این 2 تصویر را یکی میکنه، به خاطر همین شما دیمنشن یا بعد را میتونید ببینید. گوشتون هم همینجور، این هوا، ارتعاش هوا، اون 3 استخوانی رو که در گوشه مرتعش میکنه، یک جریان الکتریکی از گوشتون میره به مغزتون، مرکز شنوایی شما میشنوید. یعنی تمام این گیرنده ها، این 5 حس وقتی این اطلاعات رو میفرستن توی این سخت افزار مغز، بر اساس اون نرم افزار مغز تازه این اینترپرت یا تفسیر میشه. متوجه شدی؟ یه جا این میشه گود لاک، یه جا این میشه فحش. و بزرگترین دشمن شما و من این نرم افزار. اونایتون که مدیتیت میکنید میدونید مدیتیشن یعنی چی؟ یعنی اولین موتور فکر رو خاموش میکنید. این 5 حس حیوانی رو خاموش میکنید که به 5 حسی هست 770 سال پیش. جز این 5 حس آن چو زر سرخ وین حس ها چو مس، اندر آن بازار کیشان ماهرند، حس مس را چون حس زر کی خرند. مرد دلم را 5 حس دیگر است، حس دل را هر 2 عالم منظر است. گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا، پس بنی آدم مکرم کی بودی، کی به حس مشترک محرم شدی. دوست دارید بدونید چجوری میتونید به این 5 حس بالاتر دست پیدا کنید؟ یادم نمیره میگم. پس بنابراین وقتی مدیتیت میکنید چه اتفاقی میفته؟ این 5 حس حیوانی رو خاموشش میکنید، به خصوص این نرم افزارا رو. و وقتی که اینو خاموش کردید، این وایبریشنال فرکانسی حیات شما چیکار میکنه؟ میره بالاتر و بالاتر و بالاتر. و چیکار میکنید؟ و اون 5 حس بالاتر فعال میشه. و اون موقع است که به گفته مولانا از جمادی عالم جانها شنید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تلویرها نربایدد. جمله ذرات عالم در جهان با تو میگویند روزان و شبان،
ما بصیریم و خموشیم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. اونایتون که مدیتیت میکنید تا میدونید من چی میگم. اولین وقتی میاید این 5 حس خاموش کردید رفتید دنیای بالاتر رو، زیباترین موسیقی رو این یونیورس داره میتونید بشنوید. اثبات میخواید از مولانا؟ ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند به آن ناقور کل. ناقور کل یعنی سور اسرافیل. میدونید در اکثر کتاب‌های آسمانی میگن در آخر زمان حضرت اسرافیل یکی از فرشتگان در اون بوق در اون سرناش میدمه و اعلام قیامت میکنه. نه؟ ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند به آن ناقور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها، از دوار چرخ بگرفتیم ما. بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق، می نوازندش به تنبور و به حلق. درسته؟ واضحه دیگه نه؟ بله؟ بسیار. حالا چرا ما موسیقی رو دوست داریم؟ خیلی ساده. مطرب آغازید، من رو این سالهایی که بهتون میگم سالها فکر کردم تا جواباش را پیدا کرده مولانا برام. یکی از دلایل ارادتم به این ابرمردم اینه که هر سوالی که داشتم تقریبا جوابش رو پیدا کردم. دفتر ششم مثنوی میگه مطرب آغازید. دقت کردید امشب اکثرا به جز 1-2 شعر از مثنوی خوندم براتون، نه؟ حواستون بود؟ داشتم این رو عرض میکردم که در دفتر ششم میگه مطرب آغازید پیش ترک مست. اینجا ترک یعنی پادشاه. در حجاب نغمه اسرار الست. در قرآن کریم آیه‌ای هست میگه خداوند یک روزی حضرت آدم و حوا و تمام نوادگانشون، یعنی من و شما هرچی بشر بود و هست خواهد بود، جمع کرد و گفتش که فرمود الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ همه گفتیم قالو بلا، البته هستی. مولانا میگه خاطره اون گرد همایی بی‌نظیر و موسیقی هایی که در بهشت نزد حضرت عشق میشنیدیم، این در ضمیر ناخودآگاه ما مدفونه. به محض اینکه یک صدای یه ملودی میاد به طور ناخودآگاه ما را میبره به یاد اون گرد همایی عظیم. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان نغمه ها بشنوده ایم. پس قضای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. اون اجتماع اون گرد همایی. گرچه بر ما ریخ آب و گل این بدن، آب و گل شکی، یادمان آید از آنها چیزکی. لیک چون آمیخت با خاک کرب، کی دهندان زیر و بمها آن طرب. مشخص و واضحه نه؟ پس شد ما همه اجزای آدم بودیم. We all have been parts of Adam. در بهشتان نغمه ها بشنودیم. We have heard those melodies in the paradise. پس قضای عاشقان آمد سما. Therefore the sama, the music and dance became food for the lovers.
lovers of God، که در او باشد خیال اجتماع، in which it lies the memory of the reunion. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، even though when we became mixed with this water and soil some doubt poured on us. یادمان آید از آنها چیزکی، but still we remember something about that. لیک چون آمیخ با خاک کرب، but when that beautiful soul got mixed with this depressed soil which is the body, how would you expect دهندان زیر و بمهان طرب، how can you expect that those melody would give the same joy and pleasure. یه تاپیک جا انداختم نه؟ چی؟ بخشش. زندگی در زمان حال. گفتم که بله اون در واقع نرم افزار ماست. عزیزم که بخشش. Forgiveness نه؟ Mercy and forgiveness. Mercy and forgiveness. مرسیشو که گفتم که خداوند حضرت عشق تمام هستی را به خاطر جنراسیتی، مرسی، عشق آفرید. اینو که توضیح داد. ماشاءالله جمعیت بسیار بسیار کنجکاو و بسیار بسیار ارزم حضور شما با ذهن‌های فعال اینجا نمیشم، ولی یک کاش صدای من به وقت اجازه میداد. ولی بهتون توصیه میکنم اوناییتون که علاقه دارید غیر این کتاب برید رو سایت من www.naini تخت سیاه اگه بود می نوشید .net یا اسم حقیر رو گوگل کنید، مجید MAJID ناینی NAINI. خب اگر مجید ناینی رو گوگل کنید بستگی داره کدوم منطقه، کدوم شهر، کدوم سرور فلان، معمولا چند صد هزار تا رفرنس وبسایت میاد که مطالبی رو که یا روی یوتیوب. یادتون میاد این بخشش الان اتفاقا یادم افتاد توضیح دادم براتون. محسنان مطلب شاید باید ترجمه انگلیسی کنم تا متوجه بشید. محسنان مردند و احسانها بماند. محسن یعنی چی؟ آدم احسان کننده، آدم گیور. The givers, the forgivers, the giving people died and their generosity and their giving state. ای خنک آنکو که این مرکب براند. Lucky the rider who rides this horse of forgiveness and generosity and giving. Right? مرد محسن یادتون باشه آدم با بخشش، با احسان. چون forgiving میدونید که بخشش، احسان یعنی همون forgivingی که ما میگیم یا giving. محسنان مردند و احسانها بماند، ای خنکان کو که این مرکب براند. گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا ماند از او فعل نکو. مرد محسن لیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. حالا اجازه بدید من باز یک کمی صدام رو استراحت بدم، اشعار دیگه هم در دنباله اینایی بتونم. تمام بخش داستان مولوی بر اساس عشق و محبت. از محبت عرضم رو با این تموم میکنم که صدام اجازه بدید. از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت نار نوری می شود، از محبت دیو حوری می شود. قصه نخورید این دفعه قول میدم ترجمه کنم. از محبت قهر رحمت می شود، از محبت سقم صحت می شود. سقم یعنی مریضی. از محبت حزن شادی می شود، از محبت غول هادی می شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می شود. Ready? From love
thorns become flowers. From love, vinegar becomes wine. From love, fury becomes mercy. From love, sickness becomes health. From love, sadness becomes joy. From love, devil becomes angel. From love, death becomes alive. بهر این گفتن دانایان به فن، میهمان محسنان باید شدن. دستتون درد نکنه. شرمنده‌تونم که با تمام کاش این زودتر. پس یادتون باشه عزیزان من، بالاترین نشانه forgiveness یا بخشش یا عطا یا sacrifice یا فداکاری همه چیه؟ محبت، عشق. و چون عشق گفتم در شعرهای قبلی اصلا دلیل همه هستی آفرینش بوده و بزرگترین کرم و بزرگترین بخشش حضرت عشق، این را اجازه بدید با میگفت با دیوان شمس، میگفت با حق مصطفی حضرت محمد صلی الله علیه و چون بی نیازی تو زما آخر چون بی نیازی تو زما آخر بگو، چون بی نیازی تو زما آخر بگو. حکمت اجازه بدین این خط الان یادم میگو با مصطفی چون بی نیازی تو زما، حکمت چه بود آخر بگو در خلقت هر دو سرا. حق گفت ای جان جهان گنجی بودم اندر نهان، میخواستم پیدا شود آن گنج احسان و عطا. و یادتون باشه عزیزان من در این سفر فقط و فقط از من و شما گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، اعمال نیک، نگاه نیک، نیت نیک باقی میمونه و بس. و باز به گفته مولانای بزرگ آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز، ماند لله باقی جمله رفت، شاد باشه عشق شرکت سوز زفت. به خاطر اون عزیزی که پهلوتون نشسته و با اون احسان برای من آب و عسل آورد باز ترجمه میکنم. خوبه؟ Set a fire in your heart from love. Burn all ill thoughts and statements. The beloved state, everything else left. Be happy, O love, the healer of all our ills. و در این دنیای پهناور هر جا صحبت کردم از تمام شما عزیزان خواهش میکنم خازانه برای صلح دنیا تلاش کنید، سعی کنید، کوشش کنید، دعا کنید و یادتون نره عزیزان من که 7 میلیارد آدما اگر 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه در روز 30 ثانیه دعا کنند اقیانوسی میشه از دعا و عمل و اکشن و کار و چی میشه و باعث میشه انشالله دنیای من و شما دنیای بهتری بشه و سخنم را با این ختم میکنم به گفته مولانای بزرگ عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود، جوینده عشق بی عدد خواهد بود، فردا که قیامت آشکارا گردد هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود. سپاسگزارم، متشکرم.
پیچیده این بار من یک بارگی از عافیت ببریده این بار من یک بارگی در عاشق پیچیده این بار من یک بارگی از عافیت ببریده با چیز دیگر زنده عقل و اندیشه را از بی خود و سوزیده ای مردمان از من نیاید مردمی دیوانه اندیشه کن در دل اندیشیده این بار من یک بار پیچیده این بار من یک بارگی از عافیت ببریده کجا ترسم از او شکلی بکردم بهر او من گیج که باشم ولی قاصد چونی بیجیده من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده حبس از کجا من از کجا مالک